سلام، خوش اومدید به چنل یوتیوب من امیر هستم. اه، این کانال رو همینجوری الان به ذهنم رسید بزنم. دلیلش هم نمیدونم چیه انگیزم، ولی به خاطر اینه که من میخوام ترید کنم و مسیری رو که دارم الان میگذرونم و در آینده قرار اتفاق بیفته رو توی کانالم آپلود کنم. حالا اینکه کانالم عمومی کنم بقیه هم ببینن یا اینکه فقط برای خودم ویدیو آپلود کنم هنوز تصمیم نگرفتم، ولی خب به هر حال یه ایده ایه که شاید باعث بشه اول کمک به خودم بشه، برای اینکه اگه مداوم حالا هر چند وقت یه بار ویدیو آپلود بکنم توی چنل، پیشرفت خودم رو در نظر میگیرم، ترکینگ میکنم و یه معیار و متری دستم هست که ببینم دارم چی کار میکنم. حقیقتش اینه که با ترید چند سالی آشنایی دارم. با بورس ایران شروع شد، خیلی کوتاه ورود خیلی کوچیکی داشتم، بعد یه مدت هم توی کریپتو همون سال وارد شدم، توی جفتش هم ضرر کردم. البته حالا یه مبلغ اندکی بود اون موقع، هیچی هم بلد نبودم مثل الان که هیچی بلد نیستم. ولی این آتش درونی اگه بهش بگیم، حالا یا اون شعله کوچیک، اون شعله شمکه همیشه تو من بود که خودم به چالش بکشم ببینم میتونم توی این کار ترید موفق بشم یا نه، و شانس خودم به هر حال امتحان بکنم. تقریبا یه 4-5 ماهی هست به طور جدی دارم فقط آموزش میبینم، ترید نمی کنم کلن. هیچ چالشی پراپی یا خدمت شما عرض کنم حسابی چیزی ندارم، فقط بازار رو نگاه میکنم. سبکایی هم که کار کردم از گذشته تحلیل تکنیکال بوده، الگویابی و خط روند و اینا، با همونا کار کردم. یه مدت کوتاهی هم پرایس اکشن کار کردم، ویدیو کتاب لندسپیگز رو خوندم. دید خیلی مختصر محدودی از قبل داشتم به بازار. حالا الان چند وقتیه که کانال یوتیوب آی سی تی رو دنبال میکنم، فیلماشو دارم میبینم. بعد اوایلش خب چون زبان اصلی بود سخت بود واسم، خیلی طول میکشید تا درک بکنم، چون هم تند حرف میزد، هم اینکه مباحث جدید بود، هیچی بلد نبودم از اصطلاحاتش، الانم بلد نیستم. ولی در حالت کلی استارت یادگیری مسیر من الان با کانال آی سی تی داره میخوره و هدفم اینه که این مسیری که دارم یاد میگیرم رو با اول با خودم، شاید با دیگران هم حالا به اشتراک گذاشتم، و اینکه بریم جلو ببینیم چی میشه دیگه. تا ویدیوهای بعدی با من همراه باشید، لایک و کامنت و این چیزا آره فراموش نشه. برم بزنم ببینم چی میشه، همینجوری ضبط کنم. مخلصیم، خداحافظ.